شب‌هایی هست که تاریخ هرگز فراموششان نمی‌کند. شب‌هایی که سکوت بلندتر از فریاد است. در دل آب‌های کارائیب جزیره‌ای بود که از دور شبیه بهشت دیده می‌شد. نخل‌ها، ویلاهای سفید و ساحلی آرام. اما بعضی بهشت‌ها دروازه‌های پنهانی دارند. جفری اپستین، مردی با لبخندی سرد و گذشته‌ای مبهم که این جزیره را خرید، اما نه برای آرامش، بلکه برای خلوتی که چشمها به آن نرسد. هواپیماهای خصوصی فرود می آمد، مهمانان می آمدند و می رفتند. دوربین ها کم بود و سوالات کمتر. در ظاهر همه چیز قانونی و لوکس بود، اما پشت آن درهای بسته شبکه‌ای شکل گرفته بود. شبکه‌ای برای جذب دختران نوجوان با وعده پول، مدلینگ و آینده روشن و روش تکراری و دعوت به خانه‌های مجلل. سکوت در برابر نفوذ و در کنار اپستین نام دیگری پررنگ شد. گسلین مکسول، دختر یکسر مادر با نفوذ، زنی با ارتباطات بسیار گسترده اجتماعی. دادگاه فدرال آمریکا بعدها او را به جرم همکاری در قاچاق و سوء استفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی مجرم شناخت. او محکوم شد، اما این شبکه سالها قبل از محکومیتش فعال بود. جزیره فقط یک مکان نبود، بلکه یک سیستم بود. پروازها ثبت می شدند، نامها در دفترچه ها نوشته می شد، تصاویر در آرشیوها ذخیره می ماندند. رسانه ها بعدها نام های بزرگی در فهرست تماس ها و سوابق پرواز منتشر کردند. نام های سیاستمدارانی همچون دونالد ترامپ و نام میلیاردرهای مانند بیل گیتس. اما حضور یک نام در دفترچه تماس به معنای اثبات جرم نیست و همین ابهام پرونده را پیچیده تر کرد. در سال 2008 نخستین پرونده بزرگ توافقی بحث برانگیز شد، ولی مجازات سبک داشت و بازگشت به زندگی لوکس. خیلی از منتقدان گفتند پول عدالت را خم کرد و در سال 2019 دوباره دستگیر شد. جهان منتظر دادگاه بود، اما دادگاه هرگز آغاز نشد. در 10 آگوست 2019 سلولی در نیویورک آمریکا. دوربین هایی که کار نمی کردند خراب بودند، نگهبانانی که وظیفه‌شان را به درستی انجام ندادند و مردی بی جان پیدا شد. در گزارش های رسمی گفتند خودکشی است، اما برای بسیاری این فقط آغاز تردید بود. آیا او تنها بود یا حلقی از نفوذ؟ پیش از باز شدن کامل پرونده داستان را متوقف کرد. پرونده های مهر شده و اسناد منتشر نشده. قربانیانی که هنوز پاسخ می‌خواهند. جزیره امروز ساکت است. باد میان نخل ها می‌وزد. ویلاها خالی‌اند، اما سایه ها باقی ماندند. داستان اپستین فقط درباره یک مرد نیست، درباره سیستمی است که سالها اجازه داد ادامه یابد، درباره قدرتی که میتواند دیوار بسازد و درباره نفوذی که میتواند سکوت بخرد. شاید هم حقیقت کامل هرگز آشکار نشود و شاید هم برخی نامها همیشه در حاشیه بمانند، اما یک چیز قطعی است: وقتی ثروت، قدرت و سکوت در یک نقطه معکوس جمع می شوند، تاریکی عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود و آن جزیره برای همیشه نماد همان تاریکی خواهد بود. خیلی ها ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب و با لایک نظراتتان از ما حمایت نمایید. حتما در این باره نظرات خود را با ما شریک بسازید.